نایه هفتم شهر کابل آمدیم چلستون و قرار است مصروف این قبرکنی هستین. خودتون قبرکن هستین؟ آه. چطور است کاربارتون دیگه روزا؟ والا خوب است دیگه. خود دمی یک 4-5 تا را کشیدیم دیگه. می جسدای سابقه است از 10 سال 15 سال تازه هم است. خب ما می کونا را تا بالا کشیدیم. می استخوانا می برای دیگه می وارسی نیست که میایه. یعنی می استخوانای چیش میکشه. ات مردمات برادر قند که اینجا مسافر است، حتی مرداش هست، خود فامیلایشون نیست اینجا. نیدونم واقعا بی‌وزن هستن. شوهرشان فوت کرده، بیچاره هم کل خانهشان میره به زمستان یا جای هم ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. ان شاء الله جور صحت و سرحال باشین و لباس تندرستی بر تن داشته باشین. روی نظری هستم از چنل یوتیوب آینه پامیر. دوستان نهایت گرامی، امروز نایه هفتم شهر کابل آمدیم چلستون و قرار است اینجا به جای مقبره ها و قبرها سرک وصل شود و در این برنامه حتما نظرات هموطنان عزیز خود می داشته باشیم. ما را تا آخر برنامه همراهی بکنید. هموطنان عزیز، در ادامه برنامه هستیم و موقعیت ما چلستون است و نایه هفتم. اینجا با هموطنان ما که فکر میکنم مقبره دار هستند ازشان میشنویم. سلام آقای صاحب. سلام صاحب. ان شاء الله خوب هستید؟ زنده باشید. برای هموطنان عزیز خود معرفی بکنید. معرفی از اول شمس هستیم. همینجا دریای ماست. فعلا نایه آمده به یک هفته وقت داده. کار داریم. از کدام مدت یک هفته وقت دادن؟ چند روز میشه؟ یعنی یک هفته پورا میشه دیگه. خب یک هفته پورا میشه. بازی مثال چقدر مردم طال از این کس برده کس مونده دیگه. خب حدود چقدر مقبره اینجا وجود داشت که کم بیش دیگه خدا میفهمه که زیاد بوده. خداوند خودش میفهمه که چقدر بوده. خب 200 خانه هست. 300 خانه. از شما اینجا کی هست؟ یک مادرم است، کاکایم است، بچه کاکای پدرم است. خداوند مغفرت شما زنده باشه. باز شما طال انتقال دادین مقبره را یا نه؟ نه طوال انتقال ندادیم. خب میتیم انتقال میتیم. چه وقت یعنی شما تصمیم میگیرید یک هفته خب وقت پورا شده؟ یک هفته داده دیگه. نال باز معلوم میشه چه وقت میاد. اگر مثال اگر شما انتقال ندادین باز چی میکنن دولت خدا میفهمه چی میکنه. باز وقت میگیریم ازش. یک روز دیگه خود وقت بگیریم ازش. یعنی خود قبول کنه. خدا میفهمه. خود قبول کنه. اینجا آقای صاحب قرار است بخیر سرک وصل شود؟ سرک ها بسیار خوب کار میشه. کار خوب است، کار نیک است. نظرتون چی است؟ نظر ما خوب است که برای مردم سهولت شود. آسایش. بله. پیام داشته باشین برای هموطنان. پیام دیگه نمی پیام داریم که برای مردم یک کار باشه دیگه چیز دیگه. ان شاء الله. یعنی با انتخابی رقم سرک یعنی بسیار خوب است. چرا نیست؟ وطن از آباد شود. قربانتون شد. تشکر شما. وطندارای عزیز، باز هم در ادامه برنامه هستیم. همینجا با هموطنان دیگر ما که فکر می‌کنم مقبره دار هستن ازشان میشنویم. سلام برادر. سلام علیکم برادر. خوب هستید؟ زنده باشی برادر. قربانتون میشه برای هموطنان عزیز خود معرفی بکنید. اسم محمد شفیع از نایه هفت به پسر محمد آصف. دیگه این یادیرای ماست. این یا میره دیگه در سرک میره برادر قند. دیگه ما به خاطر که در سرک میره چیز گفتنی نداریم. ما یادیرای خود اینجا انتقال میتیم دیگه. خب از شما کی هستن؟ از من پدرم هست کاجی صاحب. خب خداوند مغفرتشون بکنه. چقدر مدت میشه فوت کردن؟ 1-2 سال میشه برادر. خداوند مغفرتشون کنه. تنها شما میشه مقبره پدرتون هست؟ از پدرم هم از زن کاکایم هم از این بچه کاکایم است و نواسای کاکایم است. خب یعنی مقبره ها فامیلی بوده یا این یادیرای شخصی ما بوده؟ خب شخصی بوده. چقدر وقت میشه دولت آگاه شما رو کرده؟ تقریبا یک هفته میشه. یک هفته میشه. یعنی تا یک هفته باید تمام بشه. تا یک هفته را گفتم تمام میشه، تمام شوه. خب اینجا که تاکوای بلند منزلام که آمده بود 3 روز وقت داده بود. باز تا بال تاکوا چالان هستن پارکن میشه این میشه. خب خیلی گپ است که سرک میره
بعد از ما انتقال بتیم مرده خود یک هفته خو نمیشه تا یک مدت را در بر میگیره، یک 15-20 روز من در بر میگیرم. فکر میکنم بعضی دوستای ما تا هنوز آگاه نیستن از این موضوع. ات مردمات برادر قند که اینجا مسافر است، حتی مرداش هست، خود فامیلایشون نیستم اینجا. با این هر فامیل از تنها شما بوده که جدا فامیل؟ نه، تمیم فامیل از مولد ساغل شمس بود. حدود چقدر صد مقبره وجود داشته آگاه نداری؟ یارا دیگه زیاد است اینجا، مقبره خو زیاد است. قبلا هم اینجا دیره بوده، باز 30 سال پیش 40 سال پیش هم اینجا دیره بوده، باز و دیرا یک درک چی شد تو پس دوباره اینجا دیگه مرده. یعنی چقدر آمدنای مطالعه مقبره و قبره انتقال دادن؟ اینجا یارا 120 تا کدیم 100 نفر انتقال داده. خب یعنی خارج اومدن؟ بله بله. وزیر جای تصمیم گرفته بودن دولت یا خودشون؟ نه خودشان تصمیم گرفتن، دولت تصمیم نگرفته برادر قند. دولت تصمیم، خود مردم تصمیم داره. پیامتون چی است با این گونه کارهای دولت؟ پیام ما با خیر سرک میره، ملک ما خوب میشه، شهر ما خوب میشه. خب پیام ما اینه که این مثال نیو زمینای شخصی ماست، یک ادیره بته، یک جای دیگه برای مردا بته. این خب ما قبلی خریده بودیم. خود خریدگی بوده؟ زمین شخصی دولتی نیست اینجا. خب وزیر کلام گپ نگفتن که مثال پیسه؟ نه دیگه باباری از تا بال کس تصمیم نگرفته و دولت هم نگرفته، رعایت هم نگرفته. یعنی پیسه نخواد نکنم پیسه؟ نه پیسه چیزا خو نخواد بتم، یک جایی که برای دیره بته، پس دوباره که آدم ما دو بالا مدیره داریم، نملا بزرگ مدیره ایماست. خب اونجا خود کدام ان شاء الله سرک اونجا ما پر شده دیگه جای نمونده. شما قرار است به کجا انتقال بدین؟ ما قرار است انتقال بدیم دیگه. اینجا هم کسی مدیرای شخصی ما او از قلعه گوراست. اینجا مدیرای ما هستیم. اینجا که دیوال شه مدیرای پدر خودم اینجا میبریم دور است. اون طرف غرض نمیگیریم ان شاء الله. اون طرف دیگه سرک نره، چرا اونجا هم زمین شخصی ما، اینجا نه اون طرف. برادر قند قربان بکنم پیام اخیر داشته باشین. پیام اخیر دیگه خداوند پاک می کل مردای آل اسلام بخش پروردگار. خدا زنده را مدت نیکی بده. دیگه این میگم یک ادیره خورده شه بسیار خوب است ان شاء الله دیگه. قربان باشید. قربان دوستان نهایت گرامی، در ادامه برنامه هستیم و قسمی که یادآور شدم موقعیت ما چهلستون کابل است، ناحیه هفتم. اینجا یک برادر دیگه ما مصروف کار مقبره کندنی است. ببینیم از زبان خودشون میشنویم چی گفتنی داره. ما رو همراهی بکنید. السلام علیکم برادر. سلام علیکم. جور بخیر. خوب است ان شاء الله. خیر خیراتی. مصروف چیکار هستن در قدم نخست و برای همتان عزیز خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد یوسفه، باشنده ولایت کابل، ناحیه هفتم. اینجا قبر بیبی بود. امیر کشیدیم کالا میخوایم بلوکا یا شپا کنیم. خب اینجا قبر بیبی جان تون است؟ بله. تنها بیبی جان تون کس دیگه بوده؟ کس دیگه بوده اینجا قبر بچه‌ام. خب این شما مقبره انتقال دادن یا فعلا مصروف کندن بودن؟ انتقال دادیم. خب فعلا فقط بعضی پاکاری چیزش میکنم. بله. چقدر مدت میشه دولت شما رو آگاه کرده بودن که باید انتقال بدین شما؟ یک هفته پیش. یک هفته پیش. باز شما در روز چندمش دست به کار شدین؟ روز یکشنبه. روز یکشنبه می هفته گذشت. خب خداوند بیبی جان ببخشه، کدام پیام داشته باشی به من تنها؟ پیام هایی است که این خدادیره است، یعنی چی 10 سال بعد چی 20 سال بعد خمو یا استخوانش میاد یا یک تو تخاکش کوره دیگه جای میش یک چقوری هم میکنیم پرتیم. خدا می زمستان می خانه خوار غریب که در سرک میره برای زمان که یک جای بته ان شاء الله. یعنی شما به کجا انتقال دادین بیبی جان؟ جامعه بزرگ بالا بود. خب بالا جای دارین شما؟ بله. خب بسیار خوب. نظرتون در رابطه با سرک و اساسیدن سرک چی است؟ کار خوب شده؟ کار خوب شده است. خنال دمی سرک بر منافع مردم است، بر کلی کامیرایشان نزدیک میشه برای سیرای علاودی نیستونه. همین دمی طرف مسایی کل خانه را که چپه میکنه دمی زمستان همی خوار غریب و یا اصلا کلش خود یعنی تقریبا خانه میره. بله. کدام سود است موقعیت از خانه؟ اون طرف از دمی از این طرف از این فابریکه و طرف دریا است، از دریا و طرف خانه مسایی. دمی خانه ما را میزنه.
اینجا این خانه را که می‌بینی اینجا خانه خودتون هست؟ نه دو هم واقعا بی‌وزن هستن. شوهرشان فوت کرده بیچاره هم کل خانهشان میره به زمستان یا جای هم ندارن. یعنی قرار است بخیر این خانه بره؟ خانه را هم در اونجا می‌بینی نشانی زده. در سرک چپا میکنه این خانه را. کما قای کنن که برای زمین خود چیز نمیتونم یک مقدار پیسه بتن که میاد این زمستان یک جای گرا بگیرن یا خانه کرا بگیرن که بیچاره از یک سوی به خاطر مردهشان جگرخونه هستن از دیگر سو جگرخونی خانهش. ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. کدام پیام اخیر داشته باشین به من تنها؟ پیام اخیر ما همی است که قبرایی که مانده می نفرایش که هستن خب بیاین همیشان بکشن که نیستن بس به چپش دست سرک رفت دیگه بس چیز گفتنی وعده ندارم. بسیار زیاد تشکر. دوستان عزیز در ادامه برنامه هستیم و قسمی که برادر کوچک ما گفتن بعضی هموطنان ما که آگاه نیستن آگاه باشن که قرار است بخیر اینجا سرک وصل شوه و مقبره و قبرها را از اینجا انتقال بدن. ما را همراهی کنید دوستان عزیز. دوستان نهایت گرامی در ادامه برنامه هستیم. همینجا یک هموطن ما فکر میکنم به نظر من قبرکن هستن. بریم ازشان بشنویم که چی گفتنیای دارن. سلام برادر. و علیکم السلام. جور بخیر. خوب است ان شاء الله. صحت خوب است. زنده باشی. مزاحم کارتون نشیم. نه خب لایم هستی. بخیر باشین. اسمتون رو معرفی کنید. عبدالرحیم باشنده آقل شمس. نایه هفتم. بسیار خوب. شما مصروف چی کار بودین اینجا؟ مصروف این قبرکنی هستین. خودتون قبرکن هستین؟ خب. چطور است کاربارتون در روزها؟ والا خوب است دیگه. خود دمی یک 4-5 تا را کشیدیم دیگه. می جسدای سابقه است از 10 سال 15 سال تازه هم است. خب ما می کونا را تا بالا کشیدیم. می استخوانا می برای دیگه می وارسینش که میایه یعنی می استخوانای چیش میکشه. خلاص باز وارسینش آگاهی بسیار می ندارن. بسیاری نداره. بسیاری که از می نزدیکاست دمی مجتا اعلان کرده که بیادر بیاین مرده تا نوار دارین سرک تیر میشه زمین. تکنیکوم میاین تو میره طرف علاودین. این یک پل است. این سرک از تکنیکوم وصل میشه تا کجا؟ از می تکنیکوم میاین می رقم میره وصل میشه. با گفتگی از یا خود دیگه که ما قدلام نداریم. خب همین نشانی که زده که از می تکنیکوم راست میاین یک پل میخورد میره علاودین. خب این سرک میشه یا پل میشه؟ این سو پل میشه دریاست. از دریا پل میشه میره طرف علاودین. اینجا دیگه بخیالم چهارراهی میشه. خب اینجا چهارراهی میشه. واسه چهارراهی رو برنامه چی یاد کنید؟ دیگه تا بالا معلوم نیست که چهارراهی چی. خب چهارراهی شهیدا نگه دیگه شیره. شاید چهارراهی شهیدا باشه. اینجا زیارت میر کابلیس. خب باز زیارت میر کابلیس صاحبم چی است؟ نه دنخچه نخواد باشه. خب بچه که یارو نگفته فقط اینو میگفته که اینو مردایتون همین یک هفته میشه که چی کده در مجتا گفته این که مرده تان آور دارین. خب جسدایتون. کدام پیام داشته باشین برام؟ دیگه چیز پیام ندارم. به می کار غریبی باشه به مردم که بسیاری جوانا کلش بیکار بیروزگار است. همین به می جوانا یک کار امارات اسلامی مساعد کنه. دیگه کدام گفتنی نداریم که می مسلمانا دیگه امنیت است. فقط یک کار غریبی نیست. ان شاء الله. دیگه کدام پیام دیگه ندارم. خدا مرده رو مغفرت کنه. ان شاء الله. آمین. زنده را خدا هدایت بده. آمین. بخیر باشید. قربانتان. تشکر. بخیر سلامت باشید. دوستان نهایت گرامی داشته ها و گزارش دوستان عزیز داشته های برنامه ما تا اینجا بود و گزارش داشتیم از سایه 40 ستون ناحیه هفتم. تا یک بار دیگر ما روی عزیزی از کانال یوتیوب آینه پامیر خدمتتون قرار میگیرم. تمام شما رو بالای پاک میسپارم. لایک کامنت و سابسکرایب چینل ما یادتون نره.